بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان حفظه الله تعالى. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في كتاب التوحيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية. اینک ما درس خود را از کتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد از آن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى آغاز می‌دهیم که شرح از آن شیخ علامه صالح بن فوزان حفظه الله تعالى است. و موضوع درس امروزه و قوله تعالى، و قوله ضمیر راجع به سوی الله حق سبحانه و تعالی است. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. و پروردگار تو فرمود و سفارش داد که جز او یگان کس را عبادت مکنید، و نیز فرمود که با والدین احسان کنید. نه، شارح چنین می‌فرماید حفظه الله تعالى: قضا امر و وصى، یعنی وقضى ربك، قضا به معنای امر کرد و به معنای وصى سفارش داد. والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني لا القضاء القدري الكوني. قضا دو خیل می شود. اساسا قضا چند خیل می شود؟ قضا دو خیل می شود. قضای شرعی دینی می شود یکم، دویم قضای قدری کونی می شود. فهمیدیم؟ خب این بین دو قضا را فرق کردن ضرور است. قضای شرعیش اگر فهمیدی، یعنی قضای شرعی دینش که فهمیدی، انشاءالله قضای قدری و کونیش آسان میشه. مثلا هر جا که قضا به معنای قضای شرعی دینی باشد، هم تو خودت تفکر کرده برای اگر همون قضا، همون امر الله را مردمی هستن که اطاعت میکنن به جا میبرن و مردمی هستن که به جا نمیبرن. مثلا پروردگار تو امر کرده است که جز او یگان کس عبادت نکنید. همه سر تا پا از بنی آدم عبادت میکنن الله را، یا نه؟ همه نمیکنن. معلوم میشه که این کدام قضا بوده است؟ اینا قضای شرعی دینی میگن. قضای شرعی دینی را اختیار داده الله سبحانه و تعالی، برای همون توفیق داده شدگی ها عبادت میکنن الله را و بی توفیق ها عبادت نمیکنن. دوامش بین. و بالوالدین احسانا. الله سبحانه و تعالی با قضا کرده است، یعنی که امر کرده است، سفارش داده است که با والدین احسان کنید. همه گپی پدر و مادرش میگیرد، همه یعنی که گفتی پدر و مادرش میگیرد، احسان میکنه در حق پدر و مادرش.
همه فرزندها میتونن که یا که کرده ایستادن احسان نیکی که پدر و مادرم خفه نشود. گفتم مثال گیرم والدین میگوید که خام بچم نخوانه دیگر، و بعضی کسا میخوانن بعضی کسا نمیخوانن. بعضی کسا یعنی که احسان میکنن در حق والدین، بعضی کسا نمیکنن. معلوم میشه این کدام قضا بوده است؟ این قضای چی میگن؟ شرعی دینی میگن. یعنی پاره مردم به جا میبرن و پاره مردم به جا نمیبرن. اما قضای قدری کونی باشد، این سرتاپای مردم، یعنی اول و آخری مردم چی؟ اطاعت میکنن. فهمیدی؟ قضای قدری کونی را یعنی هر چیزی که در دنیا روی میدهد. الله سبحانه و تعالی گفته است که باران شب باران میشود. الله سبحانه و تعالی مثال برای مثال میگویم قضا کرده است که مثال باید که مرغابی وقتی که از تخم میبراید به درون آب میرد، گرچنده که اگر تخم میوید در زیر در تگ پای مرغی خانگی هم ماندگی باشد. فهمیدید؟ گرچنده که اگر همون 5-6 تخم مرغابی در تگ پای موکیوم مانند، یعنی مرغ مانند، چیکار میکنند؟ گرچنده که اگر همونها در تگ پای مرغ هم باشند، وقتی که با وقت و ساعتش که فرا میرسد، همون تخمهایی که مرغ هستند و یا در خشکی میگردن، اون تخمهایی که از مرغابی هستند به طرف آب میدوند. برای چی؟ زیرا این قضای قدری کونی میگویند. بنابراین قضا دو خیل میشه. یعنی یگان تخم مرغابی نیست که او را در زیر مرغی خانگیش مانند، یعنی مرغی که در خشکی میگردن و از بس که او را تربیه کرده است یا که گرم کرده است مرغی خانگی برآمده و به نزدیک به آب داخل نشود. اینها قضای قدری کونی میگویند. اما قضای شرعی دینی اینه بعضی مردم اطاعت میکنند، بعضی مردم اطاعت نمیکنند. الله میفرماید که وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، پروردگار تو امر فرموده است که جز او یگان کس عبادت نکنید. آیا همه خیل کرده ایست است؟ نه. بعضی کسا الله را عبادت میکنند، بعضی کسا عبادت نمیکنند. بعضی کسا الله را عبادت میکنند، پیر پرستی ایشان پرستی میکنند. فهمیدید؟ بعضی کسا سنت به عمل میکنند، بعضی کسا به سنت عمل نمیکنند و بدعت میکنند. بعضی کسا هم به سنت عمل میکنند هم به بدعت عمل میکنند. یعنی که در برابر این یک جانب به سنت عمل میکنه، یک جانب دیگه به بدعت عمل میکنه. همین حزبگرایی، همین یعنی حزب تشکیل کردن در دین هم یعنی که مثل الله نفرموده است. الله فرموده است که حزبگرایی نکنن. فهمیده؟ اما مردم کرده ایستاده است. این کدام قضا است؟ الله قضا و قدر کرده است. بله، این قضا و قدر الله است که پاره مردم گمراه هستند. این قضای شرعی دینی میگویم. و بالوالدین احسان، با والدین احسان کنید، با والدین نکوکاری کنید. همه نیکی میکنه با پدر و مادرش، همه نیکی نکرده ایستاده است. امر الله را پایمال کرده ایستادن، بعضی دیگه به جا آورده ایستادن. این کدام قضا است که این قضای شرعی دینی میگویم. فهمیدی؟ قضای قدری کونی یعنی نیز بیش نمیگوید به زبان روسی، یعنی که یگان کس یعنی علاج ندارد برای نکردن، میکند برا. فهمیدی؟ و قضا ربک، و پروردگار تو امر فرمود یا که سفارش داد. ربک، الرب هو المالک المتصرف الذي ربى جميع العالمین بنعمته. یعنی رب یا که گویم پروردگار، این به معنای چیست؟ به معنای مالک، صاحب است، المتصرف یعنی چاره بیننده. الذي، الله سبحانه و تعالی چنان پروردگاری، مالک و پادشاه و چاره بیننده است که جمیع جهانیان تربیت میکند یا که بگیم تربیت کرده ایستاده است با نعمتاش. تربیه الله حق سبحانه و تعالی تربیه دو خیل می شود. تربیه عام می شود و تربیه خاص می شود.
تربیه عام یعنی که الله سبحانه و تعالی همه مخلوقاتش برابر، خواه کافر باشد و خواه مسلمان باشد و خواه منافق باشد و خواه حزبی باشد خواه غیر حزبی باشد، میخوراند، میپوشاند، هواش میدهد، این و آن تربیه میکند. اما تربیه خاص، این تربیه هست که الله سبحانه و تعالی یعنی که با خاص بندگانش به ایمان و به عملی صالح و به دیگه کارهای خوب انصاف و توفیقش میدهد. فهمیدید؟ معلوم میشد است که مؤمن ها از دو نوع تربیه الله سبحانه و تعالی بهره‌ور میشوند. یکم در تربیه عام داخل میشوند، دوم در تربیه چی؟ خاص. فهمیدین؟ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. پروردگار تو امر فرمود و سفارش داد که جز او یگان کس و یگان چیز عبادت نکنید و والدین احسان کنید. چی معنی دارد الا تعبدوا الا اياه؟ جز او یگان کس و یگان چیز عبادت نکنید، ای ان تعبدوه ولا تعبدوا غیره. پروردگارت امر میفرماید که همون عبادت کنید و غیر و عبادت نکنید. و بالوالدین احسانا، و نیز امر فرمود و سفارش داد و حکم کرد که با والدین باید که شما احسان بکنید. ای وقضى ان تحسنوا بالوالدین احسانا، الله امر فرموده است که شما باید که با والدین احسان کنید. اگر اهمیت دادگی باشی احسانت ذکر نکرد، یعنی ایمنای کدام نوع احسان، چی خیلی احسان، مثلا خدمتی پدر و مادر کردن اینم احسان است، خرسند کردن پدر و مادر اینم احسان است. خب اگر شما قرآن خوانید، یعنی عملی شایسته کنید، کارایی نیک کنید که پشت شما والدینتون گپ شنو نشوند در نزد مردم، در پیش از همه ضرورتر و اولادتر در پیش الله پگاه یعنی که جوابگری کشیده نشوند، اینم احسان است. فهمیدی؟ اگر پدر و مادر محتاج پول باشد او را پول دادن اینم احسان است. دیدی؟ احسان الله سبحانه و تعالی نگفت که پروردگار تو امر فرموده است که با پدر و مادرت پول دهی، نگفت و پیش پدر و مادرت فقط قرآن خوان باشی بس. در پیش پدر و مادر تو یعنی که یک فقط چی قرآن خوان قاری باشی و بس. نه، یعنی هر چیزی که احسان است و در همین احسان والدین تو خرسند است باید که تو او را بجا بیاری. کما قضى ان تعبدوه ولا تعبدوا غیره. همین امر الله است چه خیلی که امر کرده است که یعنی الله را عبادت کنید و غیر و عبادت نکنید. در برابر همین توحید الله سبحانه و امر کرده است که شما فرزندا نسبت والدین احسان بکنید. این بود معنای یعنی که افرادی یا که به معنای کلموی آیت سوره اسراء آیت 23 وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. المعنى الاجمالي للآية، شيخ صالح الفوزان تحت این آیه کریمه معنای خلاصی آیت میگوید که الاخبار ان الله سبحانه وتعالى امر ووصى على ألسن رسله ان يعبد وحده دون ما سواه. الله سبحانه و تعالی خبر داده ایستاده است. اگر این آیت نگاه کنید خبری الله را شما میشنوید که امر میفرماید و سفارش میدهد به زبان پیغمبرانش که وی را عبادت کرده شود تنها، یعنی الله را، نه غیر او را. فهمیدی؟ و ان یحسن الولد الى والديه احسانا بالقول والفعل، و امر میفرماید که فرزند باید که نسبت والدینش نکوکار باشد، خواه این به قول به سخن باشد، خواه به کردار و به رفتار و به اعتقاد باشد. ولا یسیء الیهما، نباید که گندگی بدی کنه نسبت والدینش، لانهما اللذان قام بتربیته فی حال صغره و ضعفه، چون که همون والدین هستن که قام بتربیته و تربیه و فرزند چیکار کردن؟ به عهده گرفتن در حین خردسالیش، در حین یعنی که محتاج بود، ضعیف بود، حتی قوی و اشتد، تا اون دمی که وی با قوت شد و یعنی که تن توشمند شد. فهمیدیم؟ مناسبت الآیت للباب، اکنون این آیه کریمه و قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، این آیت با کتاب توحید چه مناسبت دارد که ما حال در کتاب توحید هستیم یا که در باب توحید هستیم؟
أن التوحيد هو آكد الحقوق وأوجب الواجبات. زیرا اینکه توحید این از همه بقوتترین حق است، تأکیدترین حقوق است و واجبترین واجب است. نماز واجب است، بله، از نماز اول پیشتر، اول یعنی که توحید واجب تر است. فهمیدید؟ زکات واجب است، از وی اولین درجه اول توحید واجب تر است. لأن الله بدأ به في الآية. چرا ما توحید را میگیم که آکد الحقوق و اوجب الواجبات؟ لأن الله بدأ به في الآية. زیرا که الله آغاز کردگی است به توحید در آیه. اگر آیت نگاه کنی، خوانده توانی، نگاه کن، به توحید آیت سر می شود. ولا یبتدأ الا بالاهم فالاهم. یگان چیزی که سر می شود اول همون چیز مهمتر و مهمتر بوده. یعنی هر چیزی که نو سر می شود انا همون چیز چی بوده است از همه مهم و از همه ضرورتر بوده است. اکنون شیخ تحت این آیت 5 فایده را ذکر میکند، بعد انشاءالله تعلیقش میخوانیم. ما یستفاد من الآیه، اون فایده هایی را که از این آیه کریمه گرفته میشود. ان التوحید هو اول ما امر الله به من الواجبات. از واجبات، از چیزهای واجب، از فرمایشات الله سبحانه و تعالی، توحید این اولین امر هست که اولین چیزی است که الله امر فرموده است، اولین واجبات هست که الله سبحانه و تعالی امر فرموده است. خیلی که گفتم که نعم، شیخ الاسلام گفت و اعظم ما امر الله به التوحید، گفت و هو اول الحقوق الواجبه على العام. توحید اولین حقوقی که واجب است بالای بنده این توحید است. اولین حقوقی که واجب است بالای بنده ها که او را بجا بیارن این چه؟ این توحید است. یعنی که توحید این حق الله است. دویم فایده ما فی کلمه لا اله الا الله من النفی والاثبات. اون چیزی که در کلمه لا اله الا الله است، چه است در این کلمه؟ نفی و اثبات است. ففيها دليل على أن التوحيد لا يقوم إلا على النفي والإثبات. در این آیه کریمه دلیل شده است، دلیل آمده است که توحید قائم نمی شود، لا یستقیم یا که لا یقوم درست نمی شود مگر به نفی و اثبات. نفی العبادتی یعنی مراد از نفی چیست و مراد از اثبات چیست؟ نفی العبادتی عما سوى الله و اثباتها لله كما سبق. یعنی انکار کردن عبادت است از غیر الله، انکار کردن عبادت است از غیر الله، یعنی غیر الله یگان کس لایق عبادت نیست، و ثبوت کردن عبادت است خاص برای الله، چه که در درسی گذشته گذشته. سیوم فایده عظمت حق الوالدین حيث عطف حقهما على حقه و جاء في المرتبه الثانيه. سیوم فایده ما در این آیه کریمه چی را میبینیم؟ بزرگ بودن حق والدین میبینیم که الله سبحانه و تعالی حق والدین بعد از حق خود ذکر کرده عطف کننده است. و قضا، کلمه قضا برای حق الله آمده است و با واسطه حرف عطف با بعد چه پیش از حق والدین آمده است. چه خیلی که الله سبحانه و تعالی یعنی که قضا امر فرموده است و سفارش داده است برای رعایت کردن حق الله، نیز سفارش و یا امر فرموده است که بعد حق الله سبحانه و تعالی حق والدین به جا آورده شد. و جاء بنابراین آمدگی از حق والدین فی المرتبه الثانیه، در مرتبه دوم. اگر پرسن که اولین حقوقی که باید که ما او را رعایت کنیم به جا بیاریم این حق کدام حق است؟ میگه که حق الله حق سبحانه و تعالی. دوم این حق والدین است. اما حق پیغمبر علیه السلام این معلوم است که یعنی که در برابر رعایت کردن گویم حق الله سبحانه و تعالی با حق پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، نیز حق بعد یعنی گویم حق والدین. چهارم فایده وجوب الاحسان الى الوالدین بجمیع انواع الاحسان. و در بالا گفتم که واجب بودن احسان به والدین
با جمیع نمود احسان، کدام نوعی که نباشد همین احسان باشد، خوبی باشد، واجب است همون خوبی را نسبت والدین میکنی. برای چی؟ لانه لم يخص نوعا دون نوع، چون که الله سبحانه و تعالی یک نوع احسان خاص نآورد و دیگرش پرتافته باشد. لانه لم يخص نوعا دون نوع، زیرا اینکه به دیگه معنا بگیم الله سبحانه و تعالی یک نوع احسان خاص ذکر نکرد که هم تو گفت که احسان، خواه احسان به سخن باشد، خواه به کردار باشد، خواه به رفتار باشد، به چیزی که نباشد احسان است. بله واجب است و همین احسان به جا آوردن نسبت والدین. پنجم تحریم عقوق الوالدین، وقتی که تو احسان نکردی این عاق والدین میشه، یعنی نافرمان برداری والدین. وقتی که نافرمان برداری والدین کردی این تو عمل حرام به جا آوردی. دیگر از این آیه کریمه فایده گرفته میشه است که حرام بوده است عقوق الوالدین، نافرمانی و نااطاعتی والدین چی بوده است؟ حرام بوده است. نیز برمیگردیم شیخ ذکر میکند دیگر آیت را و قوله تعالی و قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، پروردگار تو سفارش داد و ام فرمود که جز او یگان کس و یگان چیز عبادت نکنید و نیز فرمود که به نسبت والدین احسان بکنید. و شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی حدیث را تحت این آیت ذکر میکند. فعن ابي بكر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور. قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. أخرجه البخاري برقم كذا ومسلم برقم كذا. نعم. روایت میکنه از ابو بکرته رضی الله عنه گفت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود آیا من شما را خبر ندهم نسبت بزرگترین گناههای کبیره؟ از همه گناههای کبیره را به شما خبر دهم؟ گفت 3 مراتب گفت. سامعین یعنی این شنیدگی ها گفتن که بله بگو ای رسول الله کدام چیز است؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که از همه بزرگترین گناههای کبیره این به الله شریک آوردن است و نافرمانی والدین است. همین گپ گفتم نشست و کان متکئا و یک پهلو بود و کج پهلو کردگی بود. جلسه شست فقال الا وقول زور، و آگاه باشد، گفت که آگاه باشد و دروغ گفتن. قول زور یعنی گپ دروغ زدن، اینم یعنی که گناه کبیره گفته برخیست. فما زال یکرر، همین کلمه را تکرار به تکرار گفتن گرفت، گپ دروغ زدن تا اون اندازه را تکرارش کرد که ما گفتیم که کاش که خب کند. لیته سکت، کاش که خب کند. یعنی یعنی که تمنا کردیم که کاش که بس کند. این حدیث بخاری با رقم 2654 و مسلم با رقم 87 ذکر کردن در کتاب صحیحشون. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.